الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل توحید. الله سبحانه و تعالی کسی رو هدایت کند گمراه کننده نیست و کسی رو گمراه کند هدایت کننده نیست. البته و بهترین کلام الله سبحانه و تعالی هست و بهترین راه روش رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و بدترین کارها این بدعت است، نوآوری در دین است و تمام نوآوری ها بدعت هستند و تمام بدعت گمراهی و ضلالت است و تمام ضلالت در آتش جهنم است. بعداً این عبدالواحد جن پرست و روح پرست، این کس در همون نوارهای پیشش چی گفته بود؟ در آنجا گفته بود که یعنی ما قانونهای اینها را قبول داریم. در همین بابت من میخواهم کمی صحبت کنم. یعنی ما قانونهای کفری، شرکی، وضعی اینها را یعنی قبول داریم. آیا یک انسان قانونهای وضعی را، قانونهای انسان گذاشته را قبول میکند؟ آیا مسلمان حسابیده میشود یا نه؟ البته که کسی که اگر حکم الله سبحانه و تعالی را قبول میکند و به ضمن حکم الله سبحانه و تعالی باز دیگر حکمهای باطل را هم قبول میکند، این شرک در حکم است. شرک در حکم است. الله سبحانه و تعالی در سوره کهف آیه 26 که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یشرک فی حکمه احد. الله سبحانه و تعالی یگان کسی را به حکم خود شریک نمیگیرد. یعنی یگان کسی را به حکم خود شریک نمیگیرد. و حکم گفته اصلا چی را میگویند؟ حکم میگوییم. ابن فارس میگوید که اصل کلمه حکم در اصل به معنای المنع، یعنی که منع کردن هست. یعنی اصل کلمه حکم منع کردن یک چیز، یعنی یک کسی. مثال حاکم کی هست؟ حاکم کسی هست که ظلم را منع میکند و با اجرای حکم پیشگیری ظلم میکند. با اجرای با واسطه چی؟ با واسطه حکم. الحکیم یعنی کسی است که یعنی همین امور را در جای خود یعنی قرار میدهد، که یکی از صفاتهای الله سبحانه و تعالی هست. ما بعدا ذکر میکنیم انشاءالله. و حکمهایی که مخالف شریعت هست اون را یعنی چیکار میکند؟ به مانند ظلم و جنایت در مثلا در نسبت انسان ها، این را یعنی پیشگیری میکند. پس حکم در اصل به معنی چی میشده است؟ الفصل و القضا، یعنی چیکار کردن؟ فصل به فصل جدا کردن و اجرا کردن و قضاوت است. یعنی الفصل و القضا یعنی منع کردن
و فصل به فصل جدا کردن و قضاوت کردن رو یعنی چی میگویند؟ حکم میگویند. و در الفاظ قرآن یعنی در لفظهایی که در قرآن آمده است این به چند معنا است: الموعظه، الفهم، العلم، النبوه، الحکمه، حسن التأویل، شریعه یعنی که الشعائر، الاتقان، یعنی چند نمود قطعی آمده است: قانونگذاری کردن، شریعت. به همین خاطر یعنی همین حکم یعنی حکم یکی از صفتهای الله سبحانه و تعالی هست. یعنی حکم از چی است؟ از صفتهای الله سبحانه و تعالی هست. و البته که حکم الله سبحانه و تعالی خیلی که در آیت میفرماید که افغیر الله ابغی حکما، در سوره انعام، آیا میگوید پیغمبر، ای پیغمبر یعنی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی گفته است که برایشان بگو این یعنی که حاکمی یا اینکه داوری الله سبحانه و تعالی درباره حق و حقیقت است. آیا جز الله را میان خود یعنی حاکم قرار بدهیم؟ یعنی در اینجا معلوم می شود که کلمه حکم در قرآن به چی؟ یعنی کلمه حکم به سه صیغه می آید اصلا در قرآن. یکیش حکمه، خیلی که حاضر ما ذکر کردیم، الحکم یعنی حکمه. و همچنین الحاکم در 5 جای قرآن می آید که یکی از اونها الیس الله باحکم الحاکمین، یعنی الحاکم باحکم الحاکمین. مگر الله سبحانه و تعالی بهترین حکم کنندگان نیست؟ بهترین حکم کنندگان نیست؟ حکم الله سبحانه و تعالی در سوره یعنی طین ذکر می شود. و در دیگرش الحکیم که در 94 جای قرآن ذکر شده است. یکی از اونها در سوره انعام آیه 83 که این ربک حکیم علیم، به درستی که پروردگار تو یعنی چی است؟ حکیم و دانا هست. به همین خاطر این حکم مربوط یا اینکه گویم که به تمام توحید الوهیت، ربوبیت، اسما و صفات یعنی وابستگی دارد که توحید ربوبیت حکم و دین و مسئله حلال و حرام که راه حکم به قرآن و سنت اجرا می شود جز توحید ربوبیت خیلی که الله سبحانه و تعالی جزئی یعنی جزئی توحید ربوبیت است. چون یعنی که به این گفته الله سبحانه و تعالی که الله سبحانه و تعالی میفرماید برابر با چی؟ امر کردن رو برابر با خلق کردن ذکر کرده است. آگاه باشید الا له الخلق والامر در سوره اعراف آیه 54. آگاه باشید الله سبحانه و تعالی چی گفته است؟ آگاه باشید که خلق کردن و امر کردن خاصی کی است؟ خاص الله سبحانه و تعالی هست. از این میبراید که یعنی که خلق کردن و امر کردن
امر یعنی حکم است، امر میکند. و قضى ربك، قضا یعنی و قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، یعنی که قضاوت کرد پروردگار تو. برای چی قضاوت کرد؟ تا اینکه عبادت کنید که را فقط او را و جز او دیگر کسی را عبادت نکنید، یعنی الا تعبدوا الا اياه. به همین خاطر یعنی امر و خلق از آن الله سبحانه و تعالی هست که برابر هر دویش را در یک جا الله سبحانه و تعالی ذکر کرده ایستاده است. به همین خاطر است که این حکم تعلقی یعنی در برگیرنده توحید ربوبیت هم هست. و همچنین توحید الوهیت. توحید الوهیت چون تحاکم کردن و بردن حکم به شریعت اسلام و اطاعت از اوامر الهی عبادت محسوب می شود. در نتیجه حکم کردن داخل به مسئله الوهیت نیز می شود و از دلایلی که الله سبحانه و تعالی حکم کردن را عبادت نام برده است که الله سبحانه و تعالی می فرماید که این الحکم الا لله امر الا تعبدوا الا ایاه. در سوره یوسف آیه 40 الله سبحانه و تعالی می فرماید که آگاه به درستی این الحکم الا لله، به درستی که حکم از آن الله است. امر میکند که فقط امر الا تعبدوا عبادت نکنید الا ایاه، فقط او را. از این میبرد که یعنی حکم عبادت است و حکم به غیر الله که صرف شد اون چی می شود؟ شرک می شود و کسی انجام دهنده این کار شد مشرک می شود و به مانند عبدالواحد است، جن پرست است، روح پرست است. بیچاره از روح پرستی الحمدلله که دیگر در نوار نو نگفت. ما دعا میکنیم که الله هدایتش کند، ما دعا میکنیم که الله هدایتش کند. لیکن در نوار دومش دیده می شود که از روح پرستیش بازگشت است، لیکن از قانونهای وضعی و طاغوت پرستیش باز نگشت است. به همین خاطر ما در این موضوع صحبت کرده ایستادیم. و در توحید الوهیت یعنی چی بوده است؟ یعنی این آیه دلیل بر این است که حکم هم در اسما و صفات که یکی از نامهای الله سبحانه و تعالی هست الحکیم، و یکی دیگری که مثلا امر کردن از آن الله سبحانه و تعالی هست، خلق کردن نیست. و همچنین در توحید الوهیت، در توحید الوهیت داخل می شود که حکم عبادت است. یعنی الان ما گفتیم که حکم که عبادت باشد، یک انسان حکم را به محکمه الله سبحانه و تعالی یعنی که به محکمه قرآن و سنت نبرد و دیگر محکمه برد و محکمه های طواغیت، و این یک و یک باره به دیگر همون ملاهایی که حکم های خود را با مانند تورجان زاده ها بردگی هستند با اونها هم جواب است. بسیار سوال میکردن یک وقتا برای چی اونها کافر هستند. یکی کفر اونها همین بود که حکم خود به محکمه طاغوت بردگی بودن. و این عبدالواحد هم میگوید ما قبول داریم، یعنی ما از این قانون ها استفاده میکنیم، اعوذ بالله. اما الله سبحانه و تعالی اینها میگویند. بله الله سبحانه و تعالی چی میگوید؟
الله سبحانه وتعالى میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. سوره نساء آیت 60. الله سبحانه و تعالی در این آیت چی میگوید؟ ای محمد، آیا تو ندیدی کسانی را که گمان میکنند که ایمان آوردند، یعنی گمان میکنند که ایمان آوردند، آمنو بما انزل الیک، یا اینکه ادعا میکنند که ایمان آوردند، و ما انزل من قبلک، با اون کتابی که به تو نازل شده است، یعنی به قرآن و به اون کتاب‌هایی که پیش از تو نازل شده است، یعنی تورات، انجیل، زبور و دیگر به مانند این کتاب‌ها. اما میگویند که ما ایمان آوردیم به اونها، یریدون، میخواهند که حکم‌های خود را، مسئله‌های خود را، نزاع‌های خود را چیکار بکند؟ به محکمه‌های الی الطاغوت، یتحاکموا الی الطاغوت، به سوی طاغوت ببرد. وقد امروا، و به تحقیق الله سبحانه و تعالی امر میکند، ای یکفروا به، شما کافر بشوید به اونها، تکفیرشون بکنید. و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، و خواست شیطان را اینها اجرا کردند. و شیطان هم چی رو میخواست؟ شیطان را همین را میخواست که اونها را به یک ضلالت و گمراهی، شرک و کفری دور، یعنی از هدایت ببرد. و البته هم اینها این سخن شیطان را و خواهش شیطان را اجرا کردند، خواهش شیطان را اجرا کردند. و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. و به همین کار کردشون اونها حکم جاهلی رو، حکم انسانها گذاشته رو از حکم الله و رسولش بالا دانستن، از حکم الله و رسولش بالا دانستن. به سبب بالا دانستنشون چی شدن؟ کافر شدن. چگونه ای که الله سبحانه و تعالی میفرماید افحکم الجاهلیت یبغون، آیا شما حکم جاهلیت رو میخواهید؟ و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، و من احسن، و کیست زیباتر، بهترتر از الله دیده که به یک قومی که به یک چیز یقین دارن، باوری دارن که از الله دیده، با کی است که بهترین حکم کننده باشد، بهترین حاکم باشد، بهترین حکم کننده باشد به یک قومی که معتقد هستند. وقتی که انسان حکم جاهلیت رو در تفسیر این ابن کثیر رحمه الله یک واقعه، یک قضیه رو ذکر میکنند در این باره، ابن کثیر در این مسئله چی میگویند؟ میگویند که یعنی درباره همون چنگیزخان و مغول و تترها بودند، درباره اونها صحبت میکند در کتاب البدایه و النهایه، که در اونجا گفته شدگی است که قال ابن كثير فمن ترك الشرع المحكوم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكموا إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفرا. یعنی ابن کثیر میگوید که کسی که ترک بکند یعنی شریعت
و حکم نازل شده که به محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم نازل شده بود که خاتم النبیین بود، ختم کننده چی بود؟ آخرین پیغمبر بود، یعنی ختم کننده پیغمبرها بود. و تحاکم کنن، حکم خود به اون برن، الی غیره من شرائع منسوخه، به غیر دیگر شریعت هایی که منسوخ شده هستند، این کفر است میگود. پس میگود و کیف بمن تحاکم الی الیاسق و قدمها علیه و من فعل ذلك كفر، من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. انتهى كلامه. البداية والنهاية، در کتاب البداية والنهاية جلد 13 صفحه 139 ابن کثیر میگوید که پس میگوید چگونه انسان‌هایی که یعنی حکم خود به که یاسا یا که یاسق میگویند، همون کتاب‌های توتور بود، یعنی مغول توتور، با اون میبرند و اونها رو مقدم میدونند به چی؟ به کتاب الله، یعنی به قرآن. یعنی بردن اونها خودش مقدم دونستن است. یعنی یک انسان حکم برد به یک حکم باطل. بعضی سخنهای کفری دارند. این حکم ها امروز این کانستیتوسیا نباشد، این و اون میشود. این امروز همین کانستیتوسیا زمانوی شدگی هست. اعوذ بالله. رنگی که قرآن از زمان عقب ماندگی است. یعنی همین سخنها کلامهای کفری است. و در همینجا میگوید که پس چگونه مثلا به سوی مثلا کتاب یاسق میبرند. پس میگود کسی که من فعل ذلك، همین کار رو کرد، میگود کافر است به اجماع مسلمان ها، به اجماع مسلمان ها. و همچنین شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مجموع الفتاوی میفرمایند که یک انسان چیکار بکند؟ والانسان متى حلال حرام، یک انسان در یک چیزی که مجمع علیه هست، یک حلال رو حرام بکند، او حرام الحلال مجمع علیه، و یک حرام رو حلال بکند، حلال رو حرام رو حلال بکند، او بدل الشرائع مجمع علیه، یا اینکه تبدیل بدهد یک شریعتی که بر او مجمع علیه هست، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. انتهى كلام شيخ من مجموع الفتاوى. یعنی این انسان کافر است، مرتد است به اتفاق فقها. در کتاب مجموع الفتاوى جلد 3 صفحه 267. و و همچنین دیگر قول دیگری هم دارند شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مجموع الفتاوی جلد 28 صفحه 544. در اینجا میفرمایند که الدین، یعنی دین، شامل التزامات و خشوع و تسلیم. یعنی که دین میگون همون اطاعت از الله سبحانه و تعالی است. اگر بعضی از دین برای الله سبحانه و تعالی باشد و بعضی از دین نیز برای غیر از الله سبحانه و تعالی باشد، واجب است میگوید جنگ و جهاد شود، حتی تمام دین برای الله سبحانه و تعالی شود. و این جهلا آیا نمیدونند که اونها مسلمان ها رو خار و ذلیل شب و روز زندان میکنند؟ تاجیک ها رو در روسیه و اینقدر ظلم و ستم کرده ایستادند. و همچنین در خود تاجیکستان به موحدین
ба мусалмони воқеӣ рӯз нест. як инсони мусалмон зиндагӣ карда наметавонад. гап дар бораи ҳоло зиндагӣ кардан намеравад. сухани шайхулислам дар бораи ин аст ки то тамоми мақсад дини Аллоҳ нашавад, бо онҳо ҷиҳоду ҷанг эълон карда истоданд. ибни Таймия раҳимаҳуллоҳ. аммо ин ҷуҳало, ин қавонини вадъӣ, инсонҳо як-ду алкаш тайёр кардаро яъне чӣ кор карда истоданд? ба мардум ташвиқ карда истоданд. яъне мардума ошкоро ба ширку куфр даъват карда истоданд. яъне мо қабул дорем бе ягон шарму ҳаё боз туҳмат ҳам зада истоданд ба мусалмонҳои аҳли суннати вал ҷамоа ва ба толибилмҳои аҳли суннати вал ҷамоа. ба ҳамин хотир Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала касеро ки агар Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала гумроҳ кард, анамихи ба ӯ ҳидояте нест, ба ӯ ҳидоят ёфта намешавад. ба ҳамин хотир дин фақат дин аз они Аллоҳ аст ва касе агар ба ғайр аз қонунҳои Аллоҳ субҳанаҳу ва таъала ба дигар қонунҳо ҳам мо аз онҳо талаб мекунем ё ин ки мо онҳоро қабул мекунем ба мисли ин суханҳо ва аз онҳо мо масъалаҳои худро бурда дар пеши онҳо ҳал мекунем ва монанди ин гуна суханҳо агар сар бизанад, ин аллакай иродаи анаму инсонҳоро нишон медиҳад. яъне ирода кардан ба ҳукми тавоғит. ба ҳамин хотир мо агар як сухани дигареро ҳам дар ин ҷо мегӯем ки имом Насоӣ қати имом Аҳмад ривоят мекунанд. субҳаналлоҳ, агар мегӯд лав кана Муса ибну Имрон ҳайян ма васиъаҳу илла ай ятбаъни. агар мегӯд Мусо фарзанди Имрон агар зинда мебуд дар ҳоли ҳозир, албатта ки вай фақат ва фақат аз ман пайравӣ мекард. ва мо фақат ҳаминро мегӯем ки эй мардуми тоҷик, шумо чанг бизанед ба Қуръону Суннат. наҷоти шумо дар Қуръону Суннат аст. наҷоти шумо дар тавҳид аст. иззати шумо дар тавҳид аст, дар дини Аллоҳ аст. шумо назар кунед ба Билол радияллоҳу анҳу. Билол радияллоҳу анҳу кӣ буд? ва имрӯз мо барои чӣ радияллоҳу анҳу мегӯем? ва ин муллоҳои дарборӣ, ин муллоҳои шикамчарон, ин муллоҳое ки ҳамеша мардумро ба сӯи шиками худ фарёд мекунанд, ҳамеша мардумро ба эҳтирому ҳурмати худ фарёд мекунанд, ҳамеша мардумро барои таъмину зиндагии онҳоро хуб шуданшон фарёд мекунанд, ҳамеша мардумро аз дини Аллоҳ боз медоранд, ҳамеша мардумро дини Аллоҳро таълим нагиред гуфта онҳоро манъ мекунанд. ва ман азламу мин манъа масаҷид Аллоҳи ан юзкара фиҳа исмуҳу ва саъа фи харабиҳа. ва ки аст золимтар аз касоне ки масҷидро манъ мекунанд, масҷидро хароб мекунанд, саъю кӯшиш барои хароб кардани масҷид мекунанд. масҷидро хароб кардан фақат масҷидро вайрон кардану чаппа кардан намешавад. масҷидро хароб кардан фақат чаппа кардани масҷид нест.
همین در زیر وسع فی خرابها، این هم خراب کردن عقیده مردم، گمراه کردن مردم است و هم ویران کردن و محکم کردن مسجدها است. امروز مساجدها 10 سالها پوشیده می شود، اما امام های طواغیت در اونجا فقط نام طاغوت ها گرفته می شود. در اون مسجد نام الله یعنی انگشت شمار است در زبانش، اما نام طاغوت ها بیشمار است. زبانهایشان 3 متر است به اهل سنت و الجماعه، اما وقتی که به کفار و مشرکین و به طواغیت آمدند، سرها خم است، در زبان فقط مرحمت است، دست پیشی بر است. پس ای مردم، بالاخره شما بیدار شوید، بالاخره شما پیروی دین خود شوید، وگرنه الله سبحانه و تعالی یک بلای رو و یک خواری رو بر سر شما می آورد که دیگر امتی بعدی نمی آمده از این چیز عبرت می گیرد، اما شما همچون یک عبرتی بده به دیگرها می شوید. سبب چی است؟ سبب پیروی کردن از این همین علماء السوء، علماء الطواغیت و علماء السلطان. گرچند یک حدیث هست، حدیث ضعیف است، لیکن معناش صحیح است. علما دو نمود می شوند: علماء السلطان و علماء القرآن. علماء القرآن حدیث ضعیف است، لیکن معنایش صحیح است. علما دو نوع می شوند: علماهای قرآن و علماهای سلطان. به همین خاطر شما پیروی از کسانی کنید که پیروی از رسول الله صلی الله علیه وسلم میکنند. پیروی از قرآن و سنت کنید، نه پیروی از این خوبسا، از این شکمچران ها. و البته که با این عبدالواحد مشرک جن پرستی، ارواح پرستی، طاغوت پرست، و من همین را گفتنی هستم که از صحبت‌های بعدیت دیده می شود که از جن پرستیت دست کشیدی. از صحبت‌های بعدیت دیده می شود که از الله کمک طلب کرده ایستاده ای، اما با همراهی الله یک قانون وضعی رو شریک کرده ایستاده ای به حکم الله سبحانه و تعالی. و سلام دادنت هم اصلاح شده است. ما گمان میکنیم که انشاءالله که الله تو را هدایت کند. گمان ما همین است که الله سبحانه و تعالی تو را هدایت کند و دعا میکنیم که الله تو را هدایت کند. شاید این سخنها به تو تأثیر کند، شاید تو حکم الله را به حکم دیگر قوانین وضعی یعنی تو برابر نکنی و الله سبحانه و تعالی هدایتت کند. الله سبحانه و تعالی لایق هدایت باشی هدایتت کند، اما لایق هدایت نباشی الله خودش کفایتت کند. و اگر به بحث و مناظره اومدنی باشی، رسانه ما ایما است، داخل شو در اینجا. در بین ما و تو قرآن و سنت است و فهم سلف این امت است. و این بود سخن من. و سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک.